رحمان یوسفی در آمدن بودم که گفتن که خدمت سفری رفتگی گفتن. دختر این زن روز 4 ایون این سال همراه با پسر 8 ساله خود و خواهر و یک دوگانش برای تجلیل زادروز یکی از شناسهایش به استراحتگاه در ورزاب رفته بودند. اما صبح 5 ایون خواهرش جسد او را در اتاق پیدا کرد که شب جوان با نام NN با او بوده است. مقامات سبب مرگ دخترش را طبیعی گفتند، اما مادر باور ندارد و می‌خواهد عاملان مرگ دخترش آشکار و مجازات شوند. مردشو گفتن که طرف دلش چی بکرد، اگر دلش کافیده باشد و سیاه میشد و چیز میشد و علامت های چیز میشد که سرمونو چیز به نایستگی نیست، یگون چیز به تلک یک چیز کافیده تمام این اکسپرت خلاصای اکسپرت هم خیلی میشد می. تخمینه گامبردیه و خواهر زنی ففتیده میگوید آنها تا شب خوشحالی کردند و بعداً میخواستند خواب کنند، اما این جوان نگذاشت او در نزد خواهرش در یک اتاق خواب کند. تخمینه میگوید در واقع اپش با همراهانش نوشاکی اسپریتی استعمال کرده بود، اما او خود را پوره اداره کرده میتوانست. پیوندان ادعا دارند که روزیه قبل از مرگش تجاوز شده بود. کودک اپم آوردم به پیش کامناتره در پیش در نظیر استادگی بود، مرا نمونده در اومدنی گفت را دف شوه اینجا. بعد در محکم کرد، آواز اپم فهمیدم باید تجاوز کردگین. بر اساس سند دادستانی ناحیه ورزاب که حادثه را تحقیق کرده است، نام 4 جوان ذکر شده است که آن شب همراه زنی ففتیده و خواهر و دوگانش در استراحتگاه حضور داشتند. والدان این جوان زنی کشته شده ادعا دارند که دخترشان را جوانی که آنها را به زادروز دعوت کرده بود محض او کشته است، چون به گفته خواهر مرحوم NN با اپای او قبلا شناس بود و با هم تماس داشتند. بعد چند قفس قطعی پرکروری ترسنزاده آمدن اکسپرتیزه هم مش آمد پرسپاس کردن. انمو چنین من به نظیر گفت که چیزی که من میگم همون چیزا را گپ میزنی در همون زبان خط، اگر که گپ نزدی تو میدونی هیچ که نداری در ترسنزاده در تاجیکستان و پشته هیچ که نداری گشتن تا فکر کن. بعد مایلی گفتم زبان خطی که چه خیلی که نظیر گفت هم خیلی نویساندم. نفری که والدان روزیه او را سببگار مرگ دخترشان میدانند یکی از 4 جوانی که قبل از پیدا شدن جسد همراه استراحت داشتند. این نفر تا نشر مطلب به تماس‌های رادیوی آزادی جواب نداد. مقامات گفتند نتیجه های تشخیص جسد مرگ مجبوری را معلوم نکرده است و از این خاطر از باز کردن پرونده خودداری کردند. پیوندان زنی جوان میگویند از بالای قرار دادستانی ورزاب به دادستانی کل تاجیکستان شکایت کردند. آنها از آن نگران هستند که کسی به دادشان نمیرسد. حالا این مادر میخواهد با رسانه‌ای کردن این حادثه مرگ دخترش از نو تحقیق و عاملان مرگ او جزا گیرند.